سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. امروز با آموزش شلوار، آموزش الگوی شلوار در خدمت شما دوستان عزیز هستم. خب برای رسم الگوی شلوار ما به چه اندازه هایی نیاز داریم؟ دور کمر، دور باسن، دور زانو و قد دلخواستگی حال هر عددی که شما دوست داشتید. خب برای برای اینکه ما برای شلوار هم نیاز به یک کادر داریم، بزرگترین عدد که اینجا بزرگترین عدد منظور از عددهای دور بدن هست، کمر و باسن را انتخاب میکنیم. 98 تقسیم بر 4 به اضافه 2 سانت حق دوختش میکنیم، به دست میاریم. خب 98 تقسیم بر 4 به اضافه 2 میشه 26 و نیم. ابتدا از صفر کاغذ 1 سانت میایم پایین. یک خط رسم میکنیم 26 و نیم. خب 26 و نیم این خط میشه خط کمر. 26 و نیم دیگه میایم پایین. اینجا همون 26 و نیم. خب حالا اینجا 26 و نیم علامت میزنیم. به این صورت. خب از این خط 7 سانت ثابت میریم بالا. خط فاق، خط باسن. خط فاق، باسن. خب حالا برای به دست آوردن خط زانو، قد ما هر عددی بود تقسیم بر 2 به اضافه 5 میکنم. خب قد من اینجا 80 اگه باشه تقسیم بر 2 میشه 40 به اضافه 5 میشه 45. خط زانو. خب اینجا درآمد دور باسن 98 تقسیم بر 4 به اضافه 2 درآمد 26 و نیم. تمام این خطای ما الان 26 و نیم هست. خب 26 و نیم دوباره تقسیم بر 6 میکنیم میشه 4 و نیم. از خط فاق خارج میشیم، یعنی خط فاق خود 4 و نیم سانتی دیگه هم امتداد میتونیم اینجا. خب پس عددی که از 1/4 دور باسن به اضافه 2 به دست آوردیم تقسیم بر 6 میکنیم، هر عددی شد اینجا از خط فاق خارج میشیم. حالا برای افراد چاق 1 سانت و نیم، برای افراد لاغر 2 تا 3 سانت. اینجا خب از خط کمر، اینجا خط کمر است، 1 سانت میام داخل. با این خط کش میرم که یکم بزرگتر باشه، دید بهتری داشته باشه. 1 سانت میایم داخل. خب اینو وصلش میکنم به
خط باسن 1 سانت. حالا میام پایین. خب حالا از 1 سانتی که آمدیم پایین دور باسن دور کمر هر عددی بود اینجا 70 است، تقسیم بر 4 به اضافه 2 در میاد 12.5. از اینجا به این صورت 19.5 ما علامت میزنیم. کمر 19.5. پس از 1 سانتی که آمدیم پایین به این صورت کج به اینجا علامت میزنیم 19.5. خب بعد اینجا رو هلالش میکنیم به این صورت. خب دور زانوی ما بود. خب ابتدا خط اتو رو تعیین میکنم. خط فوق هر عددی بود اندازه میزنم. اینجا هست 31 میشه 15.5. خب 15.5 از اینجا 15.5 هم اینجا. چه خط اتو مشخص شد. خب حالا دور زانو 40 تقسیم بر 4 میشه 10. خب 10 رو وسط قرار میتونم علامت میزنم. 10 سانت اینور 10 سانت اینور اینجا 10 10. خب حالا برای که یک شلوار راست رسم کنیم هر عددی که دور زانو در آمد دمپا هم همون عدد اینجا باز در روی خط اتو قرار میتونم. اینجا یک علامت اینجا یک علامت. خب زانو به دمپا به صورت خط صاف. زانو به دمپا به صورت خط صاف. خب اینجا این قسمت از خط کمر به خط فوق به این صورت رسم میکنیم با خطکش قوس به بیرون. قوس به بیرون. خب اینجا رو قوس به داخل. خط فوق به خط زانو با خطکش قوس به داخل رسم میکنیم. اینجا از خط فوق به خط زانو به صورت خط صاف. خب میبینی اینجا یک حالت زاویه دار به وجود آمد. برای که این اتفاق نیفته میایم به این صورت صافش میکنیم. اینجا بشه پرت. یک شلوار راسته. خب از الگو خارجش میکنم. اگر بخوام که شلوار نیمبک و تمام بگ رو هم روی همه آموزش بتون براتون به این صورت هستش که از برای نیمبک ما میایم از خط زانو هر طرفی 2 الی 3 سانت خارج میشیم. دمپام همینطور 3 سانت. برای نیمبک 2 الی 3 سانت. خط قرمز شلوار راست است و خط مشکی شلوار نیمبک. نیمبک. خب
به بالا دیگه اصلا هیچ کاری نداریم، فقط اینجا رو با یک خطکش صاف به هم وصلش میکنیم.